شرط میبندم اگر در خانه خود یک گربه ندارید، وقتی این کلیپ رو تا آخر ببینید حتما یک گربه برای خودتان تهیه میکنید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رمز و راز آنها را میدانست. گربه ها جانورانی پر از رمز و راز هستند که رفتارهای عجیب و غریبی دارند. اصلا به این قضیه فکر کرده اید که ممکن است آنها قدرت ماورالطبیعی داشته باشند؟ دانشمندان در خصوص گربه‌ها رازی را کشف کردند که از شنیدن آن به خود شگفت زده خواهید شد. گربه‌ها بعد از حضرت آدم اولین موجوداتی بودند که آفریده شدند. اگر می‌خواهید راز گربه‌ها را بشنوید شروع می‌کنیم. قبل از تماشای این ویدیو چنل جعبه اسرار رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوها با خبر باشید. و برای حمایت از ما کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و به دوستان خود این ویدیو رو پیشنهاد بدید. بریم این ویدیو رو تا آخر با هم همراه باشیم. کسانی که در خانه خود گربه دارن به خوبی میدانند که گربه‌ها گاهی وقتها به یک نقطه خیره شدن و در آنجا با چیزی که شما آن را نمی‌بینید ارتباط برقرار می‌کنند. انسان گاهن می‌ترسد دویدن به دنبال اجسامی که وجود ندارد، فرار کردن و پنهان شدن در جای دیگر، در حالی که هیچ چیزی در میان نیست. بیایید قبول کنیم که گربه‌ها واقعا جانداران عجیبی هستند. اگر وارد فاز تاریخی این قضیه شویم، مشاهده می‌کنیم که گربه‌ها مهمترین حیواناتی هستند که در فعالیت‌های معنوی و روحانی شرکت داشتند. حتما در کنار افرادی که با علم جادوگری مشغول بودند یک گربه در کنارشان دیده اید، چون با توجه به این باور قدیمی که از سالهای قبل به ما رسیده است، رابطه گربه ها با بعد چهارم همانند انسان ها پیدا نشده است و انسان ها باور دارند خداوند میداند که بعد از دادن این اطلاعاتی که به شما میدم شما قانع خواهید شد و شما باور خواهید کرد که گربه ها از بقیه موجودات روی زمین قدرت ماورالطبیعی و قدرت های بیشتری دارند. مخصوصا تجربیاتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گربه ها داشته است و سخنانی که در مورد آنها گفته است بسیار عجیب است. ویژگی های عجیب گربه ها که دانشمندان امروزه کشف کردند در اصل 1400 سال قبل توسط پیامبر به ما بیان شده بود. باورهای اسلامی یکی از دو حیوانی که بعد از حضرت آدم آفریده شده گربه می باشد و دیگری هم مار. گویا به گربه ها نیروهای خارق العاده داده شده که انسان ها بتوانند از آن استفاده کنند. پس اگر دیدید گربه‌ای به شما نزدیک شده و خودش را به شما میمالد، ممکن است این یک نشانه باشد و بیشتر از گرسنه بودن گربه ممکن است موضوعی وجود دارد که به شما مرتبط است. کمی بعد در مورد این موضوع عجیب صحبت خواهیم کرد، ولی قبل از آن بیاییم در مورد تجربه‌ای که پیامبر در مورد از گربه‌ها داشته و اینکه در مورد آنها چه چیزی گفته صحبت بکنیم. موعظه گربه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یک گربه سفید و سیاه حبشی که بر روی سقف دهانش لکه هایی وجود داشته. همین الان می توانید بررسی کنید که آیا گربه شما هم از نژاد موعظه می باشد یا خیر، چون این باور وجود دارد که گربه هایی که سقف دهانشان لکه دارد از نژاد موعظه گربه پیامبر می باشد. وقتی پیامبر با یارانش در حال سفر بودند، در راه یک گربه می بیند. این گربه که بچه‌های خود را شیر می‌داده، پیامبر مزاحمتی برای گربه‌ها ایجاد نکرده و کاروان را مجبور کرده که از اطراف گربه حرکت کنند و حتی یکی از سربازان خود را به عنوان نگهبان بالا سر گربه‌ها گذاشته است و آن سرباز تا وقتی که آنها از سفر برگردند وظیفه محافظت از گربه‌ها را بر عهده داشته است. وقتی سفر تمام شد، پیامبر سلام الله علیه از سفر برگشته اولین کار را تحویل گرفتن این گربه از سرباز بوده و صاحب آن گربه شده است و این گربه افتخار آن را داشته است که باقی عمر خود را گربه پیامبر باشد. پیامبر ما نام این گربه را موعظه می‌ذاره. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
موعظه را به قدری دوست داشته است که وقتی یک روز موعظه با پیامبر نشسته بوده است، روی لباس او خوابش برده. پیامبر قصد بلند شدن را داشته و به جای بلند شدن از جای خود برای بیدار نشدن گربه، آن بخش از لباس خود را بریده است. کسانی هم که گربه‌های خاص دوست دارند اینجا بدانند که گربه پیامبر یک گربه خیابانی بوده است. ابو قتاده یک حدیثی از پیامبر را بیان می کند که فرموده است گربه ها کثیف نیستند و اجازه دهید آنها هم مثل شما آزادانه در خانه زندگی کنند. و آنها را در زندگی روزمره های کنونی می بینیم که ساعتها وقت خود را برای تمیز کردن بدن خود صرف می‌کنند. حتی بعضی از گربه‌ها آنقدر به پاکیزگی خود پایبند هستند که می‌توان آنها را وسواسی خطاب کرد و حدی که تا کچل شدن خودشان پیش می‌رود. آورده شده است که دوست داشتن گربه‌ها از ایمان است. یکی از احادیث ابو هریره در مورد عذاب جهنم کسی که گربه خود را در خانه زندانی کرده و به او غذا نمی‌دهد، شاید در بین شما کسانی باشد که گربه ها را در کودکی آزار داده‌اند، چه گفته خواهد شد؟ اگر یک گربه را بکشی باید 7 مسجد بسازی. از همه اینا در میابیم که دین اسلام دوست داشتن گربه را اهمیت بسیار بالایی میدانسته. اما دوست داشتن گربه تنها در دین اسلام نیست. در زمان فرعون ها گربه ها به قدری احترام داشتند که آزار رساندن و حتی کشتن گربه جرم بزرگی محسوب میشد و مجازات آن اعدام بود. اگر در خانه آتش سوزی میشد، اولین چیزی که باید نجات داده میشد گربه. در آن زمان اعتقاد داشتند که گربه ها ارزششان از انسان بالاتر است و حتی وقتی گربه جان خود را از دست میداد به سرعت آن را مومیایی میکردند. البته که هر جانداری از کوچک یا بزرگ لایق دوست داشتن و احترام است و وجود هر یک از آنها در دنیا حکمتی دارد. ولی چیزی که گربه ها را به این اندازه خاص کرده چه چیزی است؟ آیا ممکن است نیروی خاصی در آنها وجود داشته است که ما از آنها بیخبریم؟ پس از اینجا به بعد به دقت گوش کنید. از کسانی که گربه دارند میدانند که گربه ها هر از گاهی با خود زمزمه میکنند. راز این قضیه هنوز کشف نشده است، ولی فرکانس های مختلف صوتی اثرات مختلفی روی بدن ما میگذارد. هر یک از فرکانس ها توی ذهن ما اثرات متفاوتی دارد. زمزمه گربه ها فرکانس بین 20 تا 140 هرتز دارند که کشف شده این فرکانس صوتی اثر بسیار مثبتی بر روی سلامتی انسان دارد. نزدیک شدن گربه به شما فقط برای گرسنگی یا دوست داشته شدن نیست. ما انسان‌ها که پاهایمان از زمین بریده شده و قربانی تکنولوژی شده ایم، بعضی از چیزها را فراموش کردیم، ولی انسان‌های قدیمی چیزهایی می‌دانستند که ممکن است ما از آنها غافل باشیم. شاید آنها از انرژی و قدرت گربه آگاه بودند و از آن رو گربه‌های خود را از خودشان دور نمی‌کردند. صداها جنبه‌های متفاوتی دارند که باید کشف بشوند. در سوره‌ای از قرآن آمده که آن روز انسان‌ها واقعاً آن صدا را خواهند شنید و آن روز خارج شدن است. بیشک ما زنده می‌کنیم و می‌میرانیم. بازگشت همه به سوی ماست. آن صدا هم جان می‌بخشد و هم هلاک می‌کند. می‌دانید که فرشته اسرافیل نیز در قیامت یک سوری را در عالمی خواهد دمید. همانطور که نیکولا تسلا هم گفته، صداها رمز و رازی دارند و اثرات خاصی بر روی ما دارند که باید کشف شود. وقتی شکم گربه‌ها سیر است و یا خوشحال هستند، صداهایی با فرکانس 20 تا 140 هرتز تولید می‌کنند که کشف شده این صدا هم برای سلامتی گربه و هم سلامتی انسان تأثیر بسزایی دارد. در یک تحقیق در فرانسه کشف شده است که با این زمزمه گربه‌ها می‌توان آسیب‌هایی که روی اعصاب و یا تاندون‌ها به وجود آمده است برطرف کرد و مشاهده شده که با لرزش‌هایی که این صدا ایجاد می‌کند احتمال عفونت و تورم در ضعف‌ها کاهش می‌یابد. و یک تحقیق دیگر به این نتیجه رسیدند که انسان‌هایی که صاحب گربه هستند 40% کمتر احتمال بیماری قلبی دارند. این درصد بالایی میباشد. محققانی که عقیده دارند زمزمه گربه ها برای بسیاری از بیمارها مفید است، به تحقیقات خود در این زمینه ادامه میدهند. اگر یک گربه خودش را به خودش
اگر یک گربه خودش را به شما میمالد یا به شما نزدیک شده است، ممکن است در حال رد و بدل قدرت خارق‌العاده خود با شما باشد. از این رو به شما پیشنهاد میکنم قبل از فراری دادن آن کمی فکر کنید، چون با دور کردن گربه در واقع انگار انرژی مثبتی که گربه به شما منتقل میکرده است از خود دور کردید. در نتیجه ممکن است گربه دیگر شما را برای این کار انتخاب نکند و این هشدار را به شما بدهم درباره این موجود پر رمز و راز. هر چقدر هم تمیز باشند که بتوانند در خانه ما زندگی کنند، باید فاصله خود را با این حیوانات حفظ کنیم، زیرا آنها حیوان هستند. توی بدن آنها میکروب ها و باکتری هایی وجود دارد که میتواند موجب بیماری ما شود. پس با نیت سلامتی نباید به قدری با آنها نزدیک شویم که بیمار شویم. فصل رو به رو زمستان است و با یک ظرف کمی غذا، یک خانه و با یک کاسه آب که با کارتون درست شده مقابل خانه های خود بگذارید و این را برای گربه‌ای که پیامبرمان بسیار به آن اهمیت میداده زیاد نبینید. از کجا میدانید شاید این خوبی به شکل دیگری به شما برگردد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه با زدن دکمه شیر به دوستان خودتون این ویدیو رو نشان دهید و برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر زنگوله را فعال کنید و کانال را سابسکرایب کنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد و دوست دارید از ما حمایت بکنید ویدیو رو لایک کنید و همراه کانال ما باشید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعد شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند یار و یاور شما باشه.